سلام، خوش اومدید به چنل عرفان استیکم. من خود عرفان استیکمنم و امروز اومدیم با یه کانتنتی که هیچ یوتیوبر ماینکرافت پلیری تا حالا درستش نکرده. یعنی اومدیم هاردکور. قلبا رو ببین، قلبا رو ببین. دیگه حالم از این تامنیل به هم میخوره. 30 بار گرفتمش، هر 30 بار نمیدونم ویدیو رو گرفتم بردم تو ادیت باگ خورد. چه میدونم سرور مشکل داشته میتونستم آیتما رو بکنم. اگه نفهمیدی من تو سرور مجبورم بازی کنم، چون اگه سیستم خودم بیاد یه جوری لگ میزنه که تا فردا صبح باید گریه کنم سر ادیتش. در قدم اول باید بفهمم که جای بدی اسپان نشدیم. پلیز این طرفش رو جنگل بود ولی این طرفش پلیز. اگر میدونید من صدام عادی نیست و در طول ویدیو هم هی عوض میشه به خاطر اینه که سرما خوردم. باید تمامی منابع این جزیره رو چرا لهجه عوض شد؟ باید تمامی منابع این جزیره رو لیست بزنیم، به این خاطر که میخوام از جزیره برم. این همه بازی کردم، این همه جای خوب اسپان شدم، این همه بیچاره شدم، ولیج پیدا کردم، تهش همش رو باید پاک کنم بیام توی سرور یه ویدیو بگیرم اونم این جزیره اسپان میشه. آهوی دارم خوشگله فرار کرده به دستم. آهنم هست این پایین، یه دونه آهنم غنیمت هست. راستی شده دست سوال باشه که اصلا برای چی اومدم دارم ماینکرافت بازی میکنم. من که تا قبلش داشتم اوتلاست ثبت میکردم. صدای درمان میاد. در این مورد من باید توضیح بدم که اوتلاست زیاد که پشت هم میاد، هم واسه خودم خسته کننده میشه، هم واسه مخاطب. واسه همین من وسطش یه ماینکرافت رو شروع کردم. هر دو پارت اوتلاست مثلا میام یه پارت ماینکرافت میذارم که اینجوری خسته کننده نشه زیاد. حالا اوتلاست هم که تمام شد دیگه کلا میایم رو ماینکرافت رو شد. حالا مثلا بین ماینکرافت یه ویدیو دیگه میذارش ولی زهرم. بریم به این طرف ببینیم کجا میرسیم. آی هاردکور مرد آروم باش. تا دیروز نگران لگ سیستم بودم، الان باید نگران پینگم باشه. رسیدیم به یه بایومی که نه ویلیجشو دوست دارم. اگه یادتون باشه تو سری ماینکرافت عادی هم که رفتیم دقیقا ویلیجمون تو همین بایوم بود و واقعا نه ویلیجاش خوبه نه خیلی خوشگله. حالا خوبش اینه که چه جدید ماینکرافت بیاد اون ماب جدید رو میتونید چی بود؟ آرمادیلو رو میتونی اینجا پیدا کنی. اوه خیلی بایوم لخت و ویلیج. خدا رو شکر لاوا پوله. داشته گفتم خیلی بایوم لخت و عجیبی، اصلا یه جوریه حس خوبی به هم نمیده. هر کی قلقل کنه میزنمش. ای حرام زاده. اوه what the fuck. بی خیال. این خیلی خوبه. این واقعا خیلی خوبه. این واقعا خوبه. من یه کاری کنم اول بخوام که یکی پشت نذاره تا بندازم اینجا هاردکوره. ببینید F2 که اسکرین شات میگیره، F3 F2 میریم اینجا رو یادمون میمونه. ماشاءالله فرودی زمین رو پیدا کرد. اسم میکنم کل ماینکرافت تو همین یه دونه بایوم خلاصه شد. فاک دستم خود شیدر رو روشن کردم الان کرش میکنه بازی. ای توف تو ذاتت. از اینجا ابتدا باید بخش شیدر پک رو پیدا کنیم، بعد بیایم روی شیدر رو بزنیم اوپن شیدر پک فولدر برامون باز میشه، میگیریم دیلیت میکنیم. بعد از 1.5 ساعت موفق شدم مشکل شیدر رو فقط حل کنم. و حالا برگردیم من داشتم میگم کدومی که از این دکمه ها این منو رو باز میکنم. من میمیبپ رو آب کنم که ببینم دیگه. خدایی حال نتونم بگرم ساعت 10 شب. چرا اینجا چه قبرستونی؟ چرا سوراخه؟ چی روشن کردم موقعی ساخت سری؟ ماشاءالله چقدر بزرگی. خب چقدر بزرگی تو خدا حداقلش ویلیج به درد نخوری هستی. ویلیج بزرگی باشه توی بایوم به درد نخوری. درختای خوبی هم که من نیاوردم، حتی اون چی هم
هیچی جمع نکردم رسما که بتونم از اینجا یک بیس قشنگم بسازم. من غمگینم. حداقل بزرگ باش. بزرگ خوبه. قابل استفاده است. نه خدای بزرگ خوشم. من خودم میرم میگردم ویلیج پیدا میکنم. صرفا اینجا یه قارتی بزنیم ببینیم چی بهش چیه. چیه دارن چیه ندارن. جانم نیست کسی. اینو من میخوام. چس غذا دارم، لباس دارم و چرم دارم. لباس رو که میپوشیم. این سنگرم مال منه، اینم مال منه. فکر کنم ویلیجر اگه مثلا ازشون دزدی میکردی میافتادن سراغت، میافتادن دنبالت. چیز عجیبی میشد. این باحال میشد. ایده بعدی هم نمیشه. ایجا چقدر ویلیج خوبیه اینجا. این آیرون گلوم هم که اینجا هست. این بدن استفادهش میکنیم. ایجا توی نه همیشه چست هست اونجایی که یادمه. هیچ چیزی به در بخوری توش نیستم. یه استیکار بردارم. چست کلن دون داری دیت آهنی چه میدونم امرادی زره آهنی خود آهن هستن. خیلی زای است که صرفا میخوام ویدیو رو پر کنم که یه ویدیو کوتاه نذارم تو یوتیوب. نه اینا رو من میبرم چون حالا درخت رو بکنم. چست دارن چرا؟ تو این حداقل یه دوتا ایتم خوب. اینا رو میبرم. هر خونه یه چیزی رو تقریبا برداشت. آقا من همینجا ویدیو رو تمام میکنم. حوصله خدافظی ندارم.